سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. این بازی موکو جدیدترین بازی جهانی سوپرسل و خب من رسما معتادش شدم. چند سال پیش سوپرسل اجازه داد که بعضی‌ها به نسخه آزمایشی از موکو دسترسی پیدا کنن و منم همون موقع بازی رو تجربه کردم و واقعا از بازی خوشم اومد. حالا که بازی به صورت رسمی منتشر شده، وقتشه که دیگه رسما نو لایف بشم و برم تا تهش. تو موکو نمیتونین با پول خرج کردن سریع پیشرفت کنین و قوی تر بشین. تنها راه رسیدن به مکسیموم لول اینه که مثل یه نو لایف واقعی فقط بازی کنین. یعنی از الان تا وقتی که به لول مکس برسین زندگیتون میشه فقط موکو و امروز روز اوله، روز خیلی خاصیه، روز لانچ بازیه. خوشبختانه من بیشتر از خیلی‌ها موکو بازی کردم چون دسترسی داشتم به تست‌های خصوصی که همه نداشتن، پس یه برتری خوب دارم چون کلی راه میانبر نکته برای پیشرفت سریعتر بلدم و قراره همه رو تو این مسیر باهاتون به اشتراک بذارم. خب اولین مأموریتمون اینه که یه سری هیولا رو شکار کنیم و چند تا از مردم رو نجات بدیم و حالا که نجاتشون دادیم ولشون می‌کنیم و برمیگردیم خونه، خودشون از خودشون مراقبت می‌کنن. من کلی کار دارم. اسمم رو گذاشتم نو لایف چون واقعا قرار نو لایف بازی کنم تا برسم به آخرش. به عنوان جایزه ورود لونای تیکه تجهیزات خفن به امداد، آتش بازی هوشمند. باور کنید این یکی از قوی ترین گجت های بازیه که دمیج ثابتی میزنه، خیلی هم به درد بخوره. اوایل بازی موکو خیلی سرراسته، هرچی لونا، منی و جک میگن رو انجام بدین. اینا بنیانگذاران موکو هستن که احتمالاً مخفف مانستر کامپانی هستش و بهت قدرت‌های مثل آتو زپر یا ومپایرتیس رو میدن که قابلیت‌های پسیو بازی هستن. از طریقشون میتونین سلاح‌های جدید مثل تکنوفیست هم بگیرین، حتی اولین وسیله نقلیه‌تون رو خیلی زود میگیرین که حسابی تو رفت و آمد کمکتون میکنه. الان که جورابای بوگنده منی رو هم آنلاک کردم، برای همه اسلات هم یه قابلیت دارم. قابلیت های مثل پاکتس و ماژول های حرفه‌ای فقط وقتی که به لول آخر برسم آزاد میشن، پس فعلا کاری با اونا ندارم. تازه جک بهم یه دسترسی به ماموریت‌های روزانه رو داده. این ماموریت‌ها خیلی مهمن، من هر 3 ساعت یه بار چکشون میکنم چون فقط 10 تا میتونم ازشون نگه دارم، پس نباید هیچ کدوم از دست بدم. الان هم تمومشون کردم، خیلی سریع انجام میشن، شاید فقط 5 دقیقه طول کشید تا هر 3 تا رو بزنم. همینطوری راحت کلی ایکس پی گرفتم و بوم لول 10 شدم. آنستیبل لیزر هم باز کردم و واقعا این یه دونه رو خیلی دوست دارم. هر 3 تا دیلی رو که انجام بدین یا آپگرید گجت هم میگیرین. یه چیزی به اسم کاوس کیت میگیرین که میتونین انتخاب کنین کدوم گجت رو ارتقا بده و این معرکه است. الان میتونم بوم باکس رو یه ذره تا لول 10 ببرم. خیلی آره همونو میکنم و بوم باکس رفت لول 10. خیلی حرکت بزرگیه. حالا که قرار ما نو لایف بازی کنیم، پس باید با استایل اونم همین کارو بکنیم. یه مقدار موکوینز خریدم و یه لباس خیلی خفن گرفتم. نکته باحال اینه که توی سیستم لباس بازی آیتم تکراری نمیگیرین، یعنی اگه همه رو بخرین کل ست کامل میشه و بهتون یه وسیله نقلیه لژندری میده که با بقیه همونقدر سریع ولی خیلی شاخ‌تره. حالا یه نکته خیلی خفن در مورد بازی بگم. تو موکو وسیله نقلیت 50% سریعتر حرکت میکنه. فرقی هم نمیکنه که کم نظیر، نادر یا لژندریه. این خودش یه نشونه است که بازی واقعا فری تو پلیه و میخواد همه تو شرایط برابر بازی کنن. حالا بیایید در مورد استراتژی خودم برای اینکه سریعتر از همه پیشرفت کنم صحبت کنیم. اولین قدم اینه که هر روز تا تهش ایکس پی مبارزه‌ام رو تموم کنم. راستش کار آسونی نیست و واقعا به بقیه پیشنهاد نمیکنم این کارو بکنن چون خیلی زمان بره. ببینید هر روز با ضریب 4 برابر XP شروع میکنین ولی فقط برای مقدار محدودی از XP. وقتی اون تموم میشه میره روی 3 برابر برای یه مقدار XP دیگه، بعد میرسه به 2 و بعد 1 برابر. بعد از اون دیگه هیچ XP از کشتن مانسترها نمیگیرین. اگه خیلی کار درست باشین میتونین اون ضریب 4 برابری رو توی 30 تا 45 دقیقه بسوزونین، ولی من تو روز اول کل این چرخه XP رو در 4 ساعت و نیم تموم کردم، اونم با بازی نسبتا موثر. همونطور که توی گیم پلی میبینین من دارم با یه عالمه پلیر دیگه فارم میکنم و داریم همه چی رو نابود میکنیم. به این سبک میگن دث بال. یکی از موثرترین راه‌ها برای گرفتن XP بیشتر دث بال کردنه. یعنی چی؟ یعنی چند نفر توی یه نقطه از مپ جمع میشن و بعد با هم مانسترها رو میکشن و این باعث میشه که نه تنها مانسترهای بیشتری اسپاون بشن بلکه شما با کشتن اونا XP بیشتری هم بگیریم. من دسبال رو با دوستام زدم تا وقتی که XP روزانم تموم شد و رسیده بودم به لول 15 و این یعنی وقتش استراتژی رو تغییر بدم. اکثر بازیکن‌ها اصلا نباید بیشتر از ضریب 4 برابر برن جلو چون تجربهشون خیلی روونتر میشه اگه تا فردا صبر کنن. ولی خب هدف این سری اینه که نو لایف بزنیم و تا برسیم به لول آخر، پس باید تا جایی که ممکنه پیش بریم، مخصوصا تو روز اول. برای همین به جای XP فارم کردن از طریق کشتن هیولاها تمرکزم رو گذاشتم روی انجام پروژه‌ها که یه ذره XP بهم میده. یکی از حال دادترین پروژه‌های ریفت بودنه که باید توی یه زمان مشخص با 4 نفر یه سیاه‌چاله رو پاکسازی کنید.
با دوستام رفتیم سراغ ریفت ها و واقعا تکوندیم، کلی کیف داد، مثلا وقتی سعی کم می‌کردیم بفهمیم چه گجت های استراتژی رو بهتر میکنه، مثلا وقتی تیمی دارید کار میکنید. هی میرفتیم داخل میباختیم، دوباره میومدیم بیرون تا بالاخره اون زمان لازم رو میزدیم و XP میگرفتیم. البته بستگی به اون لول دوستاتون و خودتون و گجت هاتون هم داره. اما خب دوباره باید برمیگشتیم سراغ فارم اصلی. 6 ساعت بعد از شروع استریم همه پروژه‌های دنیای اول رو تموم کردیم. 2 ساعت و نیم بعدش هم پروژه‌های کل دنیای دوم رو زدیم. یعنی تا الان 8 ساعت و نیم لایو بودیم. ولی خب قرار ادامه بدیم چون گرایند هنوز تموم نشده. یکم بعد وقتی که همون رسیدیم به لول 17 و گجت مالتی زپر رو آنلاک کردیم، رفتیم سراغ یکی از باس‌های بزرگ به اسم بیگ پاپا توی ریفت، مرحله توایلایت تیک داون که واقعا سخت ترین باسه. وقتی شما به این لول میرسید گجت هاتون اصلا جوابش رو نمیده، حتی با دوستاتون هم باشین خیلی با هم تکنیکی کار کنین اصلا پاسخگو نیست. من چند بار امتحانش کرده بودیم، هر دفعه بدجوری شکست خورده بودیم تا بالاخره با باز کردن مولتی زپر تونستیم بیگ پاپا رو شکست بدیم. البته قطعا بازم میگم دقیق ربطی به مولتی زپر نداره، بستگی به گجت دوستاتون، قدرتشون و خودتون و لول اچ پیتون هم داره. یه خورده 2 نفره پی وی پی بازی کردم چون یه پروژه دیگه بود که باید کاملش می‌کردم تا ایکس پی بگیرم. حالا یه چیز خیلی خفن در مورد پی وی پی تو موکو بهتون بگم، اونم اینه که همه با لول ثابت بازی می‌کنیم، یعنی هم بازیکن‌ها، هم سلاح، هم گجت‌ها، هم قابلیت‌ها همشون تا لول 14 محدود میشن. یعنی هیچ راهی وجود نداره که با پول خرج کردن برتری بگیرید. البته اگر بیشتر بازی کنین زودتر به اون سقف لول تجهیزاتتون میرسین. برای همینم پیشنهاد نمی‌کنم از همون اول زیاد برین سراغ پی وی پی، مگر اینکه حداقل همه آیتم هاتون رو تا لول 14 رسونده باشین. در نهایت همه به اون سقف میرسن و اون موقع تنها چیزی که اهمیت داره مهارت واقعی یک پلیره. پی وی پی خودش 3 مدل داره. یه مچ 20 نفره داره که هر کی واسه خودش پلی میده و میجنگه. 2 مد 2 نفره با 5 تیم دوتایی. 3 و یه مد تیمی 10 به 10 که باید هم مانسترا رو بزنین هم پلیرهای تیم مقابل و کلا حسابی فان و شلوغه. اما بقیه روز رو گذاشتم واسه اینکه حسابم رو واسه آینده آماده کنم. اکثرا پروژه‌های منطقه سوم رو کامل کردم و بعد از 12 ساعت استریم یه ست نهایی پروژه هم زدم و اون روز رو تموم کردم. ولی بعد از استریم هم بازی کردم. آخه کی دلش میاد این بازی رو ول کنه؟ واقعا این بازی معرکه. واقعا روز طولانی بود ولی خیلی هایپ هم. بذارین یه نگاه بندازم. آره اکثرا پروژه‌های منطقه 1 و 2 رو کامل کردم. منطقه 3 هنوز مونده ولی منطقه 4 رو کامل زدم. بیای لیدربورد رو نشونتون بدم. رتبه 38 دنیا و رتبه 2 آمریکا. فقط باید همین روند رو حفظ کنم، دیگه کاری نداره. فقط باید روزی 13 ساعت بازی کنم. فقط باید همین روند رو حفظ کنم، دیگه کاری ندارم. فقط باید روزی 13 ساعت بازی کنم. البته الان دیگه نهایت کاری که میتونم بکنم اینه که ایکس پی روزانه‌مو کامل کنم. همین. خب الان رسما روز دومه. امروز هنوز اصلا بازی نکردم. میتونید ببینید که ایکس پی مبارزم کاملا پره. قبل از اینکه بخوابم خواستم اینو نشونتون بدم چون یه چند تا پروژه دیگه هم زدم و تونستم به لول 19 برسم. پروژه‌های هر 4 منطقه اول رو کامل کردم. الان تنها چیزی که برام مونده پروژه‌های منطقه پنجم یعنی کسل والز هستش که خیلی‌ها هنوز اصلا دسترسی بهش ندارن. قرار جالب باشه ببینیم چجوری بدون دفبال عظیم دیروزی این ایکس پی رو میسوزونیم. یه نگاه بندازیم به تجهیزاتی که تا آخر روز اول باز کردم. همشون هنوز لول مکس نیستن و خب طبیعیه، ولی واقعا از جایی که ایستادم و رسیدم راضیم. از این به بعد دیگه سرعت پیشرفت کم میشه ولی من همچنان با تمام قدرتم ادامه میدم اون لو لایف بازی میکنم. هر روز باید بدل ایکس پی رو کامل کنم حتی اگه 5 الی 6 ساعت طول بکشه. هدفم از این سری اینه که برسم به لول C و تبدیل بشم به الایت هانتر و حتی بعد از اونم میخوام ادامه بدم تا کل محتوای بازی رو براتون نشون بدم، حتی اونایی که لول 100 رو لازم داره. اگر دوست دارید این سفر رو با من ادامه بدید حتما سابسکرایب کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر قسمت بعدی اومده باشه اینجا پیداش میکنید. اگه نه یه ویدیو دیگه اینجا هست که بازم خیلی خفنه و باید ببینیدش. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید توی این ماجراجویی با موکو. میبینمتون توی قسمت بعدی.